بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یا مجیب. عرض سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و نهایت گرامی، دنبال کنندگان کانال عجایب متافیزیک و عصر متافیزیک در یوتیوب. بعد از یک مدت طولانی که در خدمت شما عزیزان نبودم، دوباره در خدمت شما عزیزان هستم در این کلیپ و با یک عمل استخدام دیگری در باب رزق در خدمت شما هستم و انشاءالله این عمل خدمتتان توضیح خواهم داد. و جا دارد که از دوستانی که همیشه جوی احوال ما بودن و همیشه پیگیر این مسئله بودن که آقا سعید بر ما درس جدید بگذارین، علاقمندی خودشان ابراز میکردن برای دروس، سپاسگزار هستیم. انشاءالله که خداوند توفیق بده بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم و میریم سراغ درس امروز. از آنجایی که متاسفانه تو این اواخر، حالا همیشه بودن مشکلات اقتصادی، اما تو این اواخر شاید بیشتر شده باشه این مشکلات های اقتصادی و اینها، با شرایط های و حالات هایی که در کشورها به وجود میایه و بحران های اقتصادی بنا. و این خاطر من در کانال عصر متافیزیکم یک دستورالعمل رزقی آموزش دادم که گردنبند جلب الرزق بود و دوستانی که اونجا عضو نیستن میتونن به کانال عصر متافیزیک در یوتیوب مراجعه بکنن، اونا ببینن. و اینجا هم استخدام موکل رزقه، موکل دغز سائلین خدمت شما عزیزان توضیح میدم. دوستان عزیز، این عمل از استخراجات شخصی خود من هست. هر کسی که اینو در جاهای دیگه درس بستن و اسم خودشون، قطعا آدم های شیادی هستن و امیدوار هستم که یک روز یک قانون وضع شد و داخل این افراد شیاد از فضای مجازی جمع شد، چون متاسفانه از طریق فضای مجازی یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام اینا افراد سوجو زیاد شدن و از مردم دارن سوء استفاده میکنن و بچه ها گاهن عکس های کانال هایشان هم میفرستن که از دستورات ما هم سوء استفاده کردن، به اسمای خودشان زدن و ای کاش که اینا علمیتش می داشتن و اگه علمیتش می داشتن و برای مردم کار میکردن، مشکل مردم حل میکردن که هیچ ارادی نداشت و چون مشکل یک مسلمان و مؤمن حل میشد. اما بدبختانه فقط اینها به فکر جیب خودشان هست که جیب خودشان رو پر بکنن و از دستورات سوء استفاده میکنن و هیچ علمیتش ندارن و هیچ تواناییش ندارن که بخوان یک عمل رو انجام بدن که اجابت بشه. امیدوارم که به طوری همچنان آدمایی نخورین هیچ کدام شما و تلاش بکنین که کانال ها را بیشتر نشر بکنین تا مردمی که مشکل دارن خودشان بتونن از این دستورات استفاده بکنن و بدون اینکه به کسی پول بدن. خب اگر خودشان انجام بدن و نهایتش این است که نتیجه نگیرن. خب برای اینکه نتیجه بگیرن ما هم کل دستورات گذاشتیم، مثلا میتونن تقویت روحانیت انجام بدن، دوباره انجام بدن، انشاءالله حتما نتیجه میگیرن چون دستورات صحیح هست، اکثرا مجرب. این دستورم که میبینید شما همون شکلی که خدمتتون عرض کردم از استخراجات شخصی خود من هست و این عمل استخدامی و ریاضتی هست که شما بعد از نمازهای واجبتان انجام میدین، کسی که علاقه‌مند باشه. از اولین پنجشنبه ماه قمری میتونن این ریاضت رو شروع بکنن که پنجشنبه اول ماه رجب در پیش رو هست. چه بهتر، ماه رجب یکی از ماه‌های بسیار پرخیر و برکت هست. پس میتونن در اولین پنجشنبه ماه قمری این ذکر رو شروع بکنین بعد از نماز صبحتون. اسراف تحسین انجام بدهین و بخور لازم نداره. بعد از نمازتون میخونین این جمله کامله، این عزیمت: مغنیون یا دغز سائلین اجلب الارزاق و المال الوفیر الیه. اینا خوب تلفظ بکنین، این ضمیر خود متکلم هست در عربی. الیه یعنی به سوی من. مغنیون یا دغز سائلین اجلب الارزاق و المال الوفیر الیه. 1133 مرتبه باید خوانده شود این جمله.
خیلی طولانی نیست. خب اگر خیلی وقتتان بگیره شاید نیم ساعت وقتتان بگیره و بعد از هر نماز باید خوانده شود. بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عصر، بعد از نماز مغرب و بعد از نماز عشا. ببخشید من کمی سرما خوردیم. و به همین ترتیب ادامه میتن از یک روز گرفته تا 7 روز یا 21 روز. در این مدتی که در خواب یا بیداری انشاءالله علائمی میبینه و در رزق روزشون قطعا تغییری انشاءالله ایجاد خواهد شد. و بعد اونش مثلا بدون عدد، بعد این که علائم اجابت دید در خواب یا بیداری، موکلش رو دید، بعد اون میتونن در طول روز به هر عدد دلخواهی که هر مقداری که شما فرصت داشتین این ذکر رو باز بخوانن. انشاءالله که رزق و روزی و پول و ثروت فراوان به سوی شما به اذن الله سرازیر خواهد شد. اینو همه ما شما باید بدانیم. همه امورات این عالم به دست خدای یکتا و توانا هست و این اعمال یا هر چیزی دیگه فقط اسباب هستن. انشالله که این یک سبب و وسیله خوبی برای جلب الرزق برایتان شود عزیزان و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. موفق و سرفراز باشین. بدرود.